سرانجام و پس از یک بار شکستن آتشبس 48 ساعته بین پاکستان و افغانستان، امروز ما گواه این هستیم که مذاکرات بین کابل و اسلام آباد در آستانه آغاز شدن است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی ضمن تایید این که آقایان مولوی ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع امارت و همچنان مولوی عبدالحق وثیق رئیس استخبارات امارت در رهبری تیم مذاکره کننده با پاکستان به دوحه پایتخت قطر رسیدند. آقای مجاهد همچنان تاکید کرد که با احترام صلح طلبی و با احترامی که به تیم مذاکره کننده خود و سفرشان به دوحه داریم، ما فعلا درگیری را متوقف میکنیم. از مجاهدینشان خواست که باید دیگر آتش‌گشایی نکنند به احترام این فرایند، با توجه به اینکه اشاره کرد و تاکید کرد که ما همیشه خواهان ثبات و صلح و آرامش هستیم. این پاکستان است که هر بار تجاوز میکنه و هر بار نقض میکنه و هر بار خشم امارات را برمیانگیزه. با این وجود قرار است یک چنین هیئتی هم ترکیب پاکستانی باشه که با میانجیگری قطر که شهباز شریف همچنان خودش تایید کرد که از قطر درخواست کردن که میانجیگری بکنه بین کابل و اسلام آباد. قرار است یک چنین ترکیبی از طرف پاکستان باشه و در دوحه با هم بنشینن و بر سر مسائل کلان و خرد اختلافی بین پاکستان و افغانستان با هم گفتگو بکنن. البته امارات تاکید میکنه که در مورد اخیر هم پاکستان بوده که نقض کرده آتش بس را و خب پاکستان همواره متهم به این شده که حملاتش را به مناطق و ساحات ملکی، به افراد ملکی و غیر نظامی انجام داده. که در خبر دیگر حالا میپردازیم به همی که آمار تلفات غیر نظامیان و افراد ملکی به نزدیک 17 تن شهید و 10 تن زخمی شامل کودکان، زنان و حتی ورزشکاران افغانستان رسید.